توی همین روزا که داشتم گیم پابجی رو پلی میدادم از این بیزار بودم که هیچ صدا پایو نمیتونستم بگیرم، ولی یه ایده به ذهنم خورد و تصمیم گرفتم که یه دونه هدفون بگیرم. پس سری گوشمو برداشتم و رفتم سراغ یه سایتی که یاد مطمئن نبودم. به همین دلیل منم خیلی راضی نبودم که ازشون خرید کنم، ولی یادم افتاد که من یه دوستی دارم که لوازم‌های گیمینگ رو و گفتم که چرا بهش زنگ نزنم. خب بهش زنگ زدم، باهاش صحبت کردم، ولی اون گفت که به سایتش برم و هر چی که مورد پسند خودم بود انتخابش کنم و یه عکسی ازش بگیرم و بهش بدم که اون رو برام. دقیقاً فردای همون روز بود که زنگ در زده شد و منم سریع رفتم سراغ در و گفتم که از من بستم اومده. وقتی رفتم دیدم یه دونه کیف برام اومد. گفتم کیف به چه درد من میخوره؟ وقتی بازش کردم دیدم هدستی که خیلی روشن زده بودم و می‌خواستم که زودتر بازش کنم. پس کیف پرت کردم و اومدم سراغ آنباکس هدست خوب و رنگی خودم. دیگه صداگذاری بس. بریم که خودمون باشیم. بریم به آنباکس. خب اینو خودمون که فرستاده نمیدونم چرا گذاشته توی کیف. خب بریم بازش کنیم. دلم داره لک میزنه براش. خب خودم نخواستم گیمینگ باشه. خب وای عجب چیزیه. ایول بلوتوسی همون که میخواستم. ایول چون کوچیکه نمیره تو سرم. بزرگش اوکی اینم همینجوری. هلو عالیه، دقیقا همون که میخواستم. خوبه همونیم که میخواستم، ولی من خودم نخواستم گیمینگ باشه چون خواستم بلوتوسی باشه. توی هم موقعی استفاده کنم. اینم از کارتونش و بچه هیچ وقت از دوستم خرید نکنید. چقدر زایه است کارتونش، ولی خودشو دوست داشتم. عالی. اینم بود از هدفون خوب ما و دیگه از این استفاده میکنم. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. هدستش هم بلوتوسی یه راهنمای خرید خوبی هستش و خودش اینو خیلی بهم پیشنهاد داد و گفت که خیلی خوبه. من خودم مورد پسند داشتم، این گرداش رو خیلی دوست داشتم و مشکی هم برداشتم و عالی. دیگه تمام. مرسی از سایتت. نمیگم چون دوست ندارم، سایتش خیلی مزخرف، فقط هدستش خوبه ولی کارتونش به درد نخوره چون همه اینجاش ضربه دیگه. ببین اینو هیچ وقت کارتونش خوب نیست ولی این خوبه. خود و وکیل دوست داشتم، حوصله نداشتم برم مغازه خودش، ولی اینو خیلی دوست داشتم. عالی بود. مثل که داخل ویدیو نگاه کرد. خب لایک و سابسکرایب یادت نره و سر بیزم بزن و توی حوزه پابجی موبایل عشق کن. لایک و سابسکرایب یادت نره. خدافظ.